علاقه داری؟ یا شاید هم بچگی خیلی انیمیشن می‌دیدی، یا اگر هم یعنی نومی بدبخت آواره اوتاکو یتیم بدبخت بیچاره بیخانمان. آره هستی که نمیدونی باید چی کار کنی، این رشته برای تو. انیمیشن سازی ازش مشخصه انیمیشن میسازیم. خب این رشته برای سال دهم 4 تا کتاب اصلی داره که توی یه ویدیو دیگه کلش رو خب توضیح میدم بهتون. الان میخوایم ببینیم دقیقاً تو این رشته چی یاد میگیریم یا قراره با چی روبرو بشیم. خب شاید اولین بار که بیاین تو این رشته همه چی مثل پیش دبستانی باشه. حس کنید که وارد دبستان شدید. بهتون گفتن یک بسته مداد رنگی 12 رنگی بخرین، این صبح بیارین و شما هم یادتون رفته ساعت 1 شب مامانتون رو بیدار کردین. خب شاید هم اول اینجوری نظر بیاد ولی نه نیست. برای معلم ها و دبیرها اولین چیزی که مهمه خلاقیته. شاید از شما بخوان از یه دایره که یه خوک در بیارین یا از یه مربع یه آباجور. پس اگر تو آدمی هستی که از یه لکه دیوار صورت میتونی در بیاری، فکر نکن بیکاری، تو استعداد داری. چیز بعدی که باهاش روبرو میشی اینه که تو باید بلد باشی که وقتی یک خروس پشتک میزنه پرش چجوری حرکت میکنه. شاید مسخره به نظر بیاد ولی تو قرار نیست فقط یک نقاشی بکشی، تو قراره یه چیزی رو زنده کنی و رسما باید با آناتومی حیوانات، آدم‌ها کاملا آشنا باشی، حرکت دست، پا، دم و غیره رو بلد باشی. سوم چیزی که خیلی میخوره صاف توی صورتت این موضوعی که اگه انیمیشن علاقه داری اما سیاه قلم کار میکنی، رنگ روغن کار میکنی، نقاشی رئال میکشی یا طراحی خوبی نداری، نه به این رشته. خیلی رک و رو راست دارم با حرف میزنم. خب شاید بگین چرا؟ چون ما قراره یک فرد با یک اشیا یا یک حیوان یا هر چیزی رو یا حتی یه موجودی از ایده خودمون خلق کرده باشیم و به حالتهای مختلف فریم به فریم بکشیم. پس اگر یه گروه میکشی که آخرش به قاز میشه باید بهت بگم که بهتره یک کلاس طراحی بری. 4. اگه سناریوهای فکر میسازی توی ذهنت، نویسندگی میکنی، فن فیکشن مینویسی، در کنارش طراحی خوبی داری، این رشته برای تو هم خوبه چون قراره فیلمنامه بنویسی و یک داستان کامل برای انیمیشن بنویسی و راه به نویسندگی هم داره اگه بچه‌ای که نویسندگی علاقه دارن. 4. بچه که اوتاکو هستن، اگه عاشق انیمه هستین یا روی ندارین که مانگاکا بشید، این رشته برای شماست. شما به صورت کامل واضح طراحی کاراکترهای 2D انیمه رو آموزش می‌بینید، ساخت کمیک بوک مانگا رو آموزش می‌بینید. شاید بتونید مانگا خودتون رو بنویسید، بکشید و انتشار بدید. در آخر این رشته نیاز خیلی زیادی به علاقه داره. پس اگر حس می‌کنی حتی ممکنه یه ذره هم از این رشته خوشت نیاد، نه یا این رشته خودت راحت کن. چرا؟ چون که زده میشی راحت. راه انیمیشن سازی خیلی طولانیه. بعد برای حرفه‌ای شدن توش غرق باشی، بعد از جون و دل مایه بذاری و اینکه یاد بگیری که از زیر کار در نری. در نهایت هر جا هستین موفق باشین. برای اطلاعات بیشتر از این رشته چنل من رو ساب کنید.